بیا به یه دکوراسیون خیلی خفن و باحال یاد بدم. اول 2 تا بلاک چوبو بذار، بریل بیار. خب نه اینجوری نه، این شکل. اوکی اینجوری بذار. خب بعدش میتبرکور چیه اینا میذارید که اسمش هم نتونستم بگم، به عشق خودتون ببخشید. خب بعدش روش بیارید از این پلا که میذاشیم یه زمان، الان جدیدش اومده، اینا میارید بذارید. خب حالا بعدش باید تابلو بیارید و پشتش هم بلاک بشید. اینم از تابلوی کریپریمون، یه دونه فانوس، 2 تا هم سایپلک. حالا دور و بر و فرش قهوه‌ای بچینید، یه دونه هم تخت قهوه‌ای. حالا تابلو لازم داریم، تابلو بیارید 2 تا اینجوری تخته بذارید و این هم از خونه خیلی خفنمون. از یک تا بهش نمره بده و چنل منم ساب کن.